این یکی از پیاماییه که من خیلی زیاد توی دایرکت دریافتش میکنم. مشکل هزینه دارم، به خاطر همین نمیتونم درمانم رو شروع کنم. درکتونم میکنم با دلار 90,000 تومانی واقعا واسه یه سری افراد هزینه کردن سخته. چند تا ترفند کاملا رایگان براتون آماده کردم. نه میخواد چیزی کامنت کنین، نه کار خاصی انجام بدین، فقط تا آخر این ویدیو رو حتما ببینین که درست انجام بدین و اصولی حالا انجام بدین و این نتیجه خیلی خوب ازش بگیرید. اول اگر که تب سرتون گرمه، 10 میل روغن بنفشه، 5 میل روغن مور و 20 میل روغن خشخاش رو با هم دیگه ترکیبشون کنین و هفته 3 مرتبه 2 ساعت قبل از حمام کف سرتون به صورت دورانی ماساژ بدین و بعد داخل حمام شستشو بدین. اگه تب سرتون سرده، یه مقدار رزماری و میخک رو با هم دیگه ترکیب کنین، بذارید یکم دم بکشه طلایی رنگ بشه و هفته 3 مرتبه 20 دقیقه قبل از حمام کف سرتون اسپری کنین و بعد شستشو بدین. اگه تب سرتون هم معتدله، از هر دوتاش میتونین استفاده کنین، موردی نداره. این مواردی هستن که به شدت برای قطع ریزش مو و رویش مجدد موهاتون کمک کننده هستن. این پست رو حتما بفرستین واسه کسایی که بهش نیاز دارن تا بره تو اکسپلور و بیشتر دیده بشه، چون میتونه به خیلی از افرادی که مشکل هزینه دارن کمک کنه.